آزمون تافل هوم ادیشن چطوری برگزار میشه؟ برای ورود به آزمون باید روی لینکی کلیک کنید که بعد از ثبت نام براتون ایمیل شده. البته این لینک قبل از تاریخ و ساعتی که برای آزمون انتخاب کردید فعال نیست. تا 15 دقیقه بعد از شروع آزمون وقت دارید وارد لینک بشید. بعد از این مدت آزمون لغو میشه. با شروع شدن آزمون شما ناظر امتحان رو میبینید که ازتون میخواد خودتون رو معرفی کنید و کارت شناساییتون رو نشون بدید. همینطور باید محیط اتاق رو بهش نشون بدید. اگر با لپتاپ هستید میتونید جابجاش کنید و کل فضای اطراف رو نشونش بدید. پروسه معرفی و به اصطلاح چک این آزمون حدود 20 دقیقه طول میکشه. ولی نگران نباشید چون این مدت از کل زمان آزمون کم نمیشه. بعد از این پروسه آزمون شروع میشه و باید در طول 2 ساعت به صورت آنلاین به سوالات 4 بخش امتحان پاسخ بدید. در طول آزمون تحت نظارت ناظر هستید و اگر مشکلی در این بین پیش اومد میتونید از طریق چت اون رو باهاش در میون بگذارید.